عمل میکنید فرصت را غنیمت دانید. زمان امر به معروف و نهی از منکر رسید. هر کسی که در رمضان از امر به معروف و نهی از منکر اگر چیزی را میداند و خاموش میشود گناهکار میشود. حکم شخصی را میماند که از علم سوال کرده شود و علم پنهان دارد. من سئل عن علم فکتمه الجمه الله تعالی یوم القیامه بلجام من النار. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید هر کسی را از علم سوال کردند و او علم پنهان داشت، خداوند امر میکند که در دهانش لجام از آتش زنند. چرا این سخن من میگم؟ زیرا بعضی برادرای هستند که علم دارن، دانش دارن، اما از امر به معروف حتی از امامتی میگریزن. نمیدونم از چی ترس داشته باشند. یک چند نفر طالب علم ما نیز داریم، بچه‌هایی که در انستیتوت اسلامی تعلیم میگیرن، بچه‌هایی که ارزنده و سزاوار هستند. ببینید که در انستیتوت اسلامی برای آنکه خطیب ها آماده شوند درس مخصوص موعظه تشکیل کردند. ما را دعوت کردند. الحمدلله سال گذشته بچه‌ها را تعلیم هم دادیم. اما در همه جا منبر از براش آماده و مهیا کرده ایم که بعضا با مردم صحبت کنه. حتی براش ساعت ها تقسیم کردیم که با نوبت صحبت کنید. پناه به خدا میگریزن. چی بسا کسا هستن که آرزو دارن که در بالای منبر بروین خداوند علم شده هده سخن چند به مردم وعظ اندرز گویند، اما این برادران میگریزن. زینهار این رفتار بسیار رفتار نوجوان مردانه است. امروز ملت اسلامی ما احتیاج به پند نصیحت ها دارد. تا زمانی که در میان این مردم بابام ایخیل گفت، مامم ایخیل گفت، فلان و بسمدان است، از همی دانسته می شود که علم کم است، از علم برخوردار نیستیم. تا به هنوز مردم احتیاجی به امر به معروف و نهی از منکر دارن. هر کسی سرپیچی میکنه وای به حالش. ببینید پیغمبر در آخران روز شعبان قبل از او که ماه شریف رمضان در آید مردم جمع آورد و برایشان خطبه خواند و حکم رمضان براشان مفصلا بیان کرد، آنچنانی که در حدیث روایت کردیم. گر بدانی که نشنوند بگوی، آنچه دانی زینک خواهی و پند. زود باشد که خیره سر بینی، به دو پای افتاده اندر بند. دست بر دست میزند که دریغ، نشنیدم حدیث دانشمند. شیخ سعدی میگه اگر میدانی که گپ تا گوشم نمیکنم بگو. حتی اگر به گپت گوشم که ندادن گپ زن. اگر علم داری، سواد داری، چیزی را از شریعت میدانی به مردم برسان، به شرطی که بدانی. هوایی افسانه نگویی، مردم در جهالت بیشتر اگر ندراری. زود باشد که خیره سر بینی. بعید نیست که همون خیره سرایی را که از امر معروف میگریختن یا میگفتن تو چی حق داری که امر به معروف میکنی. به حکم خداوندی یک چند روز پیش در یک مسجد مهمان شدیم. یک جوان مرد خدا نگهبانش باشه مسجد درست کرده است. مسجدی آزاده کاری کلان، کشایش مسجد تشکیل کرد. خب در مسجد رفتیم، مردم تشنه صحبت هستند. از 2 ساعت گمان میکنم زیادتر صحبت رفت. وقتی که یک شخص بسیار متصدی، شخصی که مسئول امر به معروف و نهی از منکر است، شخصی که هم در دنیا از او پرسیده می شود هم در قیامت، آمد امام های مسجد در طرز تعلقه غلطیدن که ولی ما را سیاست میکنن. شما امر معروف تشکیل کردید، شما بلنگویک آوردید، شما یک ملای بیگانه را آوردید. سبحان الله، از کی باز تاجیک برای تاجیک بیگانه شده است؟ از کی عالم اسلامی برای مسلمان ها بیگانه شده است؟ من حیران میشم که این تقسیمات از کجا گرفتین؟ ملای بیگانه، ملا بیگانه شده بتونه؟ مرگی ما که اگر تا به حال عقیده مو چنین باشد. ما گفتیم شما نترسی، ما را خوب میشناسن انشاءالله. گفتن دملخت شاید خوب بشناسن، چی نگن که قوری ما را بد میکنن.
قسم به خدا از منبر پیغمبر سوگند یاد کرده استم همین طایفه مردم در پیش خدا جوابگو و مسئولند. زود باشد که خیره سر بینی بده پای افتاده اندر بند. این خیره سرها را میبینیم که وقتی که در پاهاشو زولانه زدن، وقتی که از موهای سرشو کشان به دوزخ بردن، دیگر چیزی به در چونه میخورد، دیگر پشیمانی به اونا سود نمیبخشد. دست بر دست میزند که دریغ نشنیدم حدیثی دانشمند. پس باید از پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعلیم گیریم. باز تأکید میکنم اسلام یک راهی منفرشی تازه و آزاده نیست. اگر یک راهی راست روان میشید و جیب سوار در اون میرفتی، همه دعوای پیشوایی میکرد، همه دعوای امامتی میکرد. اما این راه کج کلیبی ها دارد، ناهمواری ها دارد، مشکلی ها دارد، پاهات کوفته می شود، رنج و آزار میبینی، از بعضی نوجوان مردا سخنهای قبیح و ناسزا میشنوی. مگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عذاب نکشید؟ مگر پاهاش خونشور نکردن؟ مگر گریبانش بوغی نکردن در وقتی نماز خواندن در دست خانه خدا؟ مگر بزرگای ما به عذاب و مشقت ها این اسلام عزیز در کفهای دست مثل آتش پاره از برای ما محافظت نکردن، برای ما نرساندن؟ همین دامله های جوان مرد نازنین تاجیکستان ما در زمان شوروی که اصلا قطعیاً من بود پند نصیحت اسلامی دینی در نزد مردم تربیه نکردن، شاگردها تربیه و آماده نکردن. امروز ما مسئولیم، باید کاری او جوان مردا را ادامه دهیم. اگر چنده که ملامت در سر مو میریزد، اگر چنده بعضا تهدیدها میشنویم، اگر چنده که بعض نوجوان مردها